چطوری؟ خب از مش بزنم ببینم. Run away! اومدم تنهای خب اونم کشتم. اونجاست. بریم ببینیم کس دیگه هست بکشیم. البته باید باشه چون اونا دیگه از خلاف کارن. آبر خلاف کرد که نه زگدیم اون اما بهم خیانت کردن. همینجا منتظر میمونم تا کسی بیاد. سلام آقا. سلام قربان. ببخشید یه سوال داشتم. بفرمایید. آقا ببخشید اما مجبورم. استر سرت. حقش بود. الو اومدم تنهای تنها من همون تنها ترینم. اومدم تو این قریبی زیر سایتون. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید. خیلی بهم انرژی میدین. انشالله بقیه ویدیو هم انشالله میذارم. توضیح از فرودگاه تو از جی تی وی میذارم، از جی تی سن آندرس میذارم، از همین بازی هم میذارم. کمی البته رفیقام نبودن راستیتش چی بگن آقای آدم بودن دیگه. خودم خوشم اومد کشتمشون. حالا ولش. حتما این ویدیو رو لایک کنید. دیگه نمیخوام فقط لایک رو میخوام. کامنت هم یادتون نره. تک کامنتاتون میخونم. انشالله از اسفند ماه یا بهار تمام ویدیوهامو درست میذارم تو اینترنت یا یوتیوب هم میذارم. پس بهم انرژی میدیم وقتی این ویدیو رو لایک کنید. بعدا به خاطر این دیر شروع میکنم از اسفند یا از بهار، به خاطر اینکه یه کمی ویدیو هم سخته. مثلا دوزی از فرودگاه اشتباه نکنم بالای 20 دقیقه بشه. این کمی ویدیو طولانیه، یکم سخته و لطفا ویدیو رو لایک کنید و کامنت هم یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه بدرود. ممکنه مثلا بگیریم ویدیو مثلا یه کمی خیلی بده. ببینید یکم سخت ویدیو قرار چند تا ویدیو درست کنم. چند تا همه‌شو بزنم تو اسفند ماه یا بهار. به خاطر همین یکم ویدیو بعدم از اون خیلی هم خوب نیست. کمی هم تنزه اومدم تنها و گفتم دیگه دوستتون دارم. حالا اگه ویدیو بد بود باشه، اما بگم چون اولین ویدیومه به خاطر همین. انشاءالله ویدیوهای بهتری میذارم. آموزشی میذارم از ماینکرافت و ویدیوهای دیگه. خیلی دوستتون دارم. مجدد تا یه ویدیو دیگه بدرود.